سلام بچه‌ها، خیلی خوش اومدی به این ویدیو، به چنل فرشید ایکس و به چنل خودتون. 1 دقیقه بازی گذاشته و دیر رسیدیم برای رکورد ویدیو. بازی تیم پرسپولیس در مقابل مثل رفسنجان، تیم زدی هم قراره بازی تراکتور در مقابل شمس آذر برگزار بشه. و پیشبینی چیه؟ پیشبینی از بازی دویچ پرسپولیس در مقابل مثل رفسنجان با گلای اورونوف و بیفوما اگه بشه. و پیشبینی من بازی 1-0 که مثل رفسنجان میبره و بازی تخریبی انجام میده که بیشتر تیم‌ها انجام میدن، که امیدوارم 1-0 مثل رفسنجان ببره. میلاد محمدی ماشاءالله خطری بودو. عکس العمل زیبا موفق شد، دروازه مصر رو بسته نگه داره نیما. بلند به سمت چپ به نازمت چپ محمدی توپ رو میفرسته به دهانه دروازه، میرسه به عمری. ماشاءالله آفرین، جنگنده چه ردی کرد. رمضانی برو ماشاءالله. وای وای نه وای کلا نیاز من وای کلا پیامو داریم. دربی هم نتونستی بهش گل بزنی، میزدی تو گل دیگه. همچنان دروازه ها بسته. وای کلا پیام نیازمند. سر بازی با تراکتور همین پیام نیازمند بود که به دردمون می‌خورد. واقعا فوق‌العاده بود. باری کلا اورونوف خوشگل داد. بیفوما بابا پنالتی زدن. برو بابا اون باید دوباره صحنه رو بازبینی کنن. اعتقادی به خطا نداره. عجب داور استقلالیه. کنانی کی؟ داور بودی بنیادی فر دیگه، هر کی خود کنانی هم چه استقلالی. داستانی رو بنیادی فر استقلالی، اگه تو باشه زایدی فرم پرسپولیسی، برادران هیدری براتون پنالتی در میاره بنیادی فر. سر همین استقلالی. باری کلا بیفوما اورونوف بزن. خدا رو شکر زد. اوت کجا زدی اورونوف؟ فکر میکنه مسیه. انتر بازی تیم ملی سوپره ولی خب یه خوردی تو پرسپولیس به چه پاسی دادو، نگذاریم پاسش. آی اورونوف کجا زد؟ الان ببین چه کیفایی درست کنن از این هم صحنه قبل هست که میتونستن بهتر کار کنن ولی خدا رو شکر که بهتر کار نکردن. محمد حسین کریمزاده دروازه پرس الان بکش آقای زیرش. گل لیگ چیز دیگه، امیر حسین حسین‌زاده. آره آقای گل امیر حسین زاده. یاسر حسینی هم پشتشه داره تعقیب میکنه. علی پور کجاست دیگه؟ اورونوف از این بازی یه گل میخوایم ازت، یه گل بزن فقط. حالا میلاد ثابت کل این حاشیه‌ها رو بشوره ببره. خبرگویی در عرض برای کنانی، لب خط نصیری 20 دقیقه گذاشت 0-0. جهانبخش البته 21 دقیقه پا به تو حرکت میکنه. لب خط برای هیدریه. نمیخوام از اون بازیایی بشه که بگم حیف وقتم گذاشتم سر این بازی. نوید البته کومار خب موفق نشد توپ رو اونجا. من گفتم بازی پرسپولیس مثل رفسنجان، پرسپولیس تا قشنگ بازی بکنه لونگی، مثل رفسنجان بازی تخریبی میکنه، چون بیشتر تیمای کمرکش یا پایین جدول که پایین جدول مثل رفسنجان دفاعی بازی میکنه که گل نخوره، حداقل با یه حفظ نتیجه مساوی شه، یک امتیاز از این بازی بگیره. که کور خوندن. ماشاءالله بزن بیفوما. بابا نشد دیگه، نشد. ماشاءالله چه دفاعی. بیفوما بعد از همونجا شوت میزد. میزنن و توپ رو به بیرون میفرستن. خاک تو سرت.
باید ببینیم در بگیرینش. میتونه در لیگ برتر یه پاس بمونه. زیبا برای پرسپولیس رو به بیفوما سروش رفیق چه گولی زده آجی خاک تو سرتو کنن. بنازمه خاک پسر بر سرتو کاپیتان کنم. گلشو میزنه کاپیتان شماره رفیع پوش چی دروازه دیدی؟ مصر رفسنجان رو باشه نیستی باز خورده؟ میکنه و نتیجه رو یک آقا برابر میکنه. باریکلا دقیقه 24 1-0 به نفع پرسپولیس به به بنازم به این هوادارا چی شد؟ حالا سخت‌تر حرف هم میزدی؟ حالا 90 دقیقه هنوز موقعیت هستن، بازی تموم نشده. درست. جوجه آخر پاییز پیش بالا. درست حاضر درست هستن. دستیار چیز یحیی بود داره. اه، دستیار یحیی شما. گفت اسمار. بلافاصله میاد و صحبت صحنه به به ثمر به. رسیدن گل به پرسپولیس این رو میگن رو گل بدون پاس اوورلپ و پاس گل توی رو دروازه بلیچک و گولی رفیعی زد با ولی پاس دمش گرم. زد به اون گوشه دروازه و هر چی دمش تلاش گرم کرد سروش. به توپ نرسید. نیما میرزازا تو چشم کیسا بد جوری رفته سر اون بعد دربی خیلی طرف میاد احساس فوش می‌کردم. مادر میده خیلیش. فوش اگه مکتبتون همین داداش فوشش تو سر بازی بالاخره پیش میاد واسه بازی بینیم. هیدریه برو ماشال برو. توپ رو ارسال میکنه پشت محوطه جریمه. فرصت برای مصر نه محاله وای نیازمند تو دروازه است محاله این توپا بره تو دروازه چرا زد؟ اوه دوران رمضانی. دیگه بازیکن کیسه هستی سابق همین پرسپولیس تو یه خوش و بپوش استقلال تهران که حالا دور هست از روزای خوبش اوور رو پای آرمان رمضانی با ابراهیموویچ مقایسه می‌کردن هست دیگه. پیام اومده بود جلو و برای بیفوما اورونو باریکلا بیفوما اورونوف بگیرش. بیفوما این دوتا چقدر خوبه همینجوری همچنان صاحب توپ هست چی کار میکنی بیفوما یه خورده تعریف و کردم حالا ازت ضربه پیشبینیم با دروازه گو برای یکی شد. بریم برای دویچ درو ماشالله باید وسط زمین رو بگیرین. به سمت راست صدقی باز هم نقیزاده این بار برای کریم زاده حالا از سمت علیزاده راست کریمزاده عمر. نه برو. محوطه جریمه. فرصت وای مصر نه. رفسنجان و این تو ضربه چرا نمیاد؟ نزد تو کو؟ چرا گل نمیخوری؟ من شانس داری من شما ام- اکون میارین. من امروز کلا ریلکسم میدونم که ضربات مثل رفسنجان رای به چارچوب میدونی آره. میدونی باید اکون. ریلکس باشه نه میدونی اکون داری میارین ریلکسی. نوید کومار انجام داد. باریکلا حسین کردن رفیعی فدای سرت که ضربه پنالتی آخر رو مقابل سر دست اورونوف این از سوزش میدونم. تو رو میارم به سمت راست. تراختور حذفت کرد. تراختور بازی برگشت باهاتون بازی دارم دیگه موقع سلام به بیرون رفته 27 دیگه. خب دیگه یعقوب بازی به سپان که یه بازی سپاهان پنجشنبه این هفته رفیعی کنعانی نصف چندمه جدول پیام نیدم نیازمند 14 دیگه داره برای بقا میجنگه روش رفیعی اونجا توپ رو از آدان چه کنترل خبر؟ میکنه. آدان عالیه. بیبی. سلام بهت رسون. باز هم خود باریکلا بیفوما یه پاس بده اورونوف باریکلا میبره به جناح چپ. من این دوتا رو دوستم دوئل این دوتا بگیر نه آه! پای راست شلیک میکنه به سمت دروازه. وای اورونوف چه بد زد. وای اورونوف از بالای سکته دروازه کردم مصر از 14 بازی که انجام داده فقط یک برد رو به دست آورده. 5 مساوی و 8 خسته نباشی. 16 تا بازی یه بازی رو بردی. خب داداش من تیم 15ام 14ام جدوله نمیدونم نظر بگیر دیگه ایری مشتبه جبر اوزاد وخیمه. مشتبه جواری مشکل مشتبه جواری مهرش هم نداره آخه مشکلی هم هست بسو ببینم دنبال چی میگردن اینا به شونش خورده داور پنالتی به نظر من. نگاه به دستش خوده. به شونش خورده نگاه میخوان سر پرسپولیس رو ببرن اونجا در کنار
وقتی داور زمین میشه آقا نمود بنیادی فرد، به خدا صفحه میشه نمود یه بنیادی فرد، همین میشه. یه لحظه بس من صحبت کنم. نگاه کن به دستش داره میخوره، نگاه به دستش داره اول بابا به شونش داره میخوره، از یه زاویه دیگه بگیرن. حالا میبینید الان بنیادی فرد برمیگرده کوپاله، در حقیقت موعود بنیادی فرد. چی میگه گذاشت کرد؟ ببینید چه تصمیمی رو دست نیست. پنال بزن رد. آره کل داور میگن نیست دیگه. لیتس گو. ضربه دروازه باید زده بشه برای نانتی نبود. مصر رفسنجان. الکی میخوان از این صحنه بود صحنات شیروبر پنالتی درست کنه، از این بدم میاد. چه سالی وای بابا چه کنترلش بد بود. علی علیپور افت، علی علیپور یه خورده رو افت رفت. برو باری کلا اورونوف، باری کلا یکی چمن نیست وگرنه بازی میکنه. نگاه کن انگار داره فوتبال بازی میکنه، فکر میکنی داره گل کوچیک بازی میکنه. اورونوف بازی کنه تو به پاش چسبیده یه جورایی. در برگشت باز هم سروش پرسپولیسی ها توسط سروش یه ارسال دیگه برای جبل. وای خدا رو شکر، خدا رو شکر. فرصت از دست رفت برای پرسپولیس. واقعا این تیم از دست ویدوشی میگرفت. ای بابا دروازه و توپی که به کورنر زور نزن شلکی. بردیم این بازی رو، مشخصه اصلا مشخصه این بازی داد میزن که به سیو گرفته تو جیبش. شرط میذاری سر این بازی. این بازی که معلوم میگه یا 1-0 یا 2-0 دیگه، اصلا خیلی اصلا بازی رو بادا، بازی یه طرفه است. خب پس قبوله پرسپولیس این بازی میبره. راستی عمویی آسیا کجا، این حذفی کجا رفتی؟ حذفی آسیا ایشالله سال بعد. امسال فقط تمرکز عثمانی رو لیگه، فقط رو لیگ. آسیا بمونه. از آسیا که راتون ندادن حذفی هم که تراختور حذفتون کرد. حالا نه که هم حذفی هم آسیا رو میگیرین امسال. بالاخره حضور داری. ما نباید با شما کلکل کنیم، ما باید سپاهان کلکل کنیم، ما باید با تراکتور کلکل کنیم. حضور داشته باشیم وقتی که جا می‌نیفتینی از این دو تا جا. خیلی خوب باش. بزن این بازی بچسیم. برو مصر رفسنجان، برو استر. تازه این چمن خوبمونه هاچی. بله نقیزاده بودم دیگه عربستان کریمزاده. برو سروش خطا اینجا دیگه واقعا خطا. کارت زرد قرمز هم داشت. جف نده قرمز داشت. میرفت میزد سروش رفیعی دیگه. پلیستیشن زیاد بازی میکنه انگار. قشنگ از پشت تکل زد. خدا من الان تو هم PS 21 تکل میزنم قرمز میگرفتم. اون PS کریمزاده باید از زمین مسابقه. دقایقی هست که مسی های رفسنجان توپ رو در اختیار دارن و صاحب توپ هستن. ضربه سر رو حسین ابرخویی میزنه و اوکل اورونوف همچنان علی علیپور اورونوف پنالتی و چسبیده به خط پنالتی چیه؟ آقا VAR کارت قرمز درست. کارت قرمز درست. اخراج مستقیم بازیکن مصر رفسنجان. 10 نفره شد مصر. گل بود نیز و سبزه آراسته شد. حالا چی میگی؟ اخراج میشه از زمین مسابقه. امیرحسین آخه قرمز نداشت. قرمز داشت. دقیقاً یعنی این دو تا بازی که داریم میبینیم هر دوشون قرمز داشت. محرم هم بازیشون کارت قرمز داشت. خیلی عجیب غریبه. نگاه تو محوطه بود. نگاه یه پاش بیرون بود. بابا تو محوطه بود. یه پاش تو بود یه پاش بیرون. اورونوف تو محوطه افتاد. و حالا 10 نفره باید به کار ادامه بده. خطا بیرون محوطه رخ داد درست. ولی اورونوف تو محوطه افتاد.
سکوتی از جاهای غرق مختلف اومدن به سکوت. ورزشگاه تا نه بازی حالا ببین چی میشه. بازی 90 دقیقه از این حرفا. کارت قرمز هم گرفت مثل رفسنجان. دنبال چیه الان تو این بازی؟ نقش اصلا تو این ویدیو چیه؟ اومدن به ورزشگاه که یکیچم که جلویی میخوای تجاوز شدن به مثل رفسنجان رو ببینی؟ 90 دقیقه 90 دقیقه بازی دقیقه 90 تموم میشه. لال نشی. سرلک بلند ها؟ پشت مدافعین برای علیپور باریکلا علی پور. علی پور. علی آفساید بعد از مدت آفساید 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 بود. علیپور آفساید پرچم زد. کمک داور دوم آقای صادق رستمی. علی پور نزد. زد ولی چرا آفساید شد؟ خوردیش آفساید شد. پرتاب یه بلند حالا. در محوطه جریمه. فرصت خوش برای بیادم. مصر رفسنجان پشت محوطه جریمه. خبری نیست. ضربه‌ای که زد خبری شده سمت نیست. دروازه و توپ رو همچنان بزن! یک بار دیگه و این بار دنبال چی؟ پنالتی نه. کجا پنالتی؟ ریویرا این صحنه نه، است که به دست کسی اعتقاد داشتن که دست خورد، دست بسته بود. گل کرده. فکر کنم پلیسیا از سمت راست. آها باریکلا. وای علی پور. پرتاب خیلی تو افتی پسر. برای کاظمیان. محمد امین باریکلا کاظمیان. بزن گل بعدی رو. ماشاءالله و مدام ماشاءالله. زنده رو و اینجا هم و تموم. صدا در میاد توسط بازی 1-0 به نفع پرسپولیس تموم میشه و مصر رفسنجان رو میبره. خبر. 15ام با من فکر میکردم مصر میزنه ولی نتونست بزن. پیش بینی من اشتباه دارم ولی حداقل بازی برده پرسپولیس گفت. امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشی. چنل رو سابسکرایب کنی، ویدیو هم لایک کنی و نظرتون درباره این ویدیو تو کامنت ها بگی و تا یه ویدیو دیگه فعلا خدا نگهدار.